چند بار بهت گفتم. میدونم. گفتم شروع کردیم نباید ضعیف باشیم. گفتم احساساتی نمیشی. بهم گفت مامان، بغلم کرد. میدونم دلخوری، اما اصلا پشیمون نیستم. نوازش موهای الیف به همه چی میارزه. برای چند دقیقه هم که شده حس کردم تو اون جهنم نبودم. فرشاد چی؟ اون چی کار کرد؟ باورش نمیشد که پینار خواهرش رو ازش مخفی کرده. به غرور آقا برخورد. بگو خلیل. داداش یوسف رو پیدا کردن. بچه‌های کلانتری خبر دادن. زنده است؟ نه متاسفانه، از پشت زدنش. باشه خلیل، مراقب یوسف باش، برای انتقام گرفتن کاری نکنه. چشم آقا. انتقام چی؟ یوسف کیه؟ بالاخره دیر یا زود میفهمیدی. حالا که وقتش رسیده میگم. اون ماهیگیری که نجاتت داد یوسف همونه. خب کی مرده؟ داداش یوسف، اورهان، از همون روز گم شده بود. یعنی چی؟ به خاطر من مرد؟ نه، چون آدم خوبی بود مرد، مثل یوسف. شبی که انداختنت دریا برادرش تو رو میبینه، به یوسف میگه، اونم نجاتت میده. اگه اون نبود من مرده بودم. آره. حتما آدرسشو داری؟ میخوای چی کار؟ میخوام یه تشکر کنم و بهش تسلیت بگم. من زندگیمو مدیونشم. نمیشه، همه فکر میکنن مردی. اشتباه نکن. ببین، هر چقدر هویت تو نقشمون پنهون بمونه خطرشم کمتره. فهمیدی؟ باشه، نمیگم کی هستم، اما میخوام ازش تشکر کنم به عنوان خواهر پینار. وارول عزیزم، بیا یه چیزی بخور. واسه غذای خوشمزه پختم. بیا. نمیخورم. اینطوری که نمیشه. مریم ولش کن. اگه نمیخواد نخوره، مجبورش نکن. یوسف کجاست؟ مامان مریم گفت که با درویش رفتن کلانتری. کی گفت؟ نشنیدم. چند دقیقه دیگه میان خاله هاجر، نگران نباش. زنگ بزن دخترم، بلای سرش نیاد. آره اونم میشه. همیشه یه نحسی تو این خانواده بوده. باز میکنم. مامانم چطوره؟ شما که رفتین به هم ریخت. برم ببینمش. مریم، من برم خرید. چند دقیقه دیگه همسایه ها میان. تو هم یه چیزی درست کن. خب باشه داداش. میگم بله. چی شده؟ اورهان چطوری مرده؟ تیر خورده. قربان اجازه هست؟ بیا ایلماس. واسه جسدی که تو تپه آشیکلار پیدا شده مزاحمتون شدم. کدوم جسد؟ چند ماه پیش کشته شده با یه گلوله. به نظرم قتله.
این چه ربطی به ما داره؟ مربوط به دایره جناییه. قربان، بررسی نشون میده از این اسلحه 2 جای دیگه هم استفاده شده. پروندهش اینجاست. از قبلی هم نتیجه ای نگرفتیم، از اینم چیزی در نمیاد. اما قربان، بهتره خودمونو با اینا درگیر نکنیم. روی میز 40 تا پرونده دیگه هست، به اونا برس. برو. بروی چشم قربان. پسرم، وارول کجاست؟ اتاقشه، خوابیده. چی گفتن؟ کی مرده؟ چطوری مرده؟ شبی که گم شد کشتنش. پس ما رو ولمون نکرده، چون مرده بود نیومده. چی از جون پسرم خواسته؟ آثارش به مورچه‌ام نمیرسید. چطور تونستم پسرم رو بکشم؟ مامان جون، گریه نکن. گریه نکن. پسرم. حتما داری شوخی میکنی فرشاد جون. این خواهر یهویی از کجا پیدا شد ها؟ واسه من حق به جانب نباش، حرسم و سر تو خالی میکنم. بس دیگه، آروم باشی. الان نباید بحث کنی. دوستان، به نظر من نباید ریسک کنیم. اینم بفرستیمش بره پیش پینار جون، یعنی تو آب تنگه استانبول. منظورت یه قتل دیگه است؟ این چه حرفیه فرشاد؟ من دوستتم دیگه. این دفعه بسپارش به من. دیگه دستتو به خون آلوده نکن. چرت نگو چنگیز خان. اولین کسی که بهش شک کنن فرشاده که برای هممون خطرناکه. نزنه به سرت یه وقت کاری کنی. باشه پس، اما بعدش نه این التماس کنین ها. من میرم مرکز تحقیق کنم ببینم به کجا میرسم. ایپک اومد. اوه، از صبح اینجا قیامت به پا شده. ایپک خانم تازه بیدار شدن. صبح بخیر. بایدم اینجوری باشه، هر شب دیسکو رو با هم میبندیم. مثل اینکه راضی نیستی. اصلا مگه میشه؟ تو بهترین مشتری می. ایپک، پینار چیزی در مورد خواهرش بهت گفته بود؟ خواهرش؟ مگه پینار خواهر داره؟ ممنون خانم.
تسلیت میگم یوسف. ممنون خاله پروین. حداقل قبرش معلوم. غذا درست کردم، بچه ها میارن درویش، کمکشون کن. رو چشم. کجا؟ دلم گرفته، قدم میزنم. یوسف داداش، واسه یه عصبانیت 15 سالمو خراب کردم. دیوونگی نکن باشه؟ نگاه مردم اذیتم میکنه. یکم تو ماشین میشینم. منم میام. تو همینجا بمون، یکیمون خونه باشه. یوسف اگه بالا سرشون نباشی این از پا میافتن. به مادرت فکر کن، حال روزشو ببین. درویش بسه، کافیه. گفتم تو ماشینم. سلام. میخواستم آقا یوسف رو ببینم. شما این؟ نه من نیستم، دوستمه. تو ماشینه. ممنونم. خوش اومدی رئیس. یوسف کجاست؟ عزادار شده، نیومد. واقعا؟ کیش مرده؟ داداشش مرده. ای بابا، پرسیدین چیزی لازم داره یا نه؟ پرسیدیم رئیس، چیزی نخواست. مراسمشون کیه؟ فردا نماز ظهر. چنگیز خان اینجاست؟ اینجاست، تو دفترشه. برادرت فوت شده، تسلیت میگن. اگه کاری از دستمون برمیاد بگو. نه. چی شده؟ تصادفه؟ چی هستی؟ همه چیو میگم، اما قبلش باید بریم زود. ولم کن، این سگو میکشم. اگه بکشیش یا میفتی زندان یا میمیری.
برای مادر تو برادرزادت سخته. تو کی هستی؟ من از کجا میشناسی؟ من پینار، خواهر پینارم. خوب چی؟ دکتر چی گفت؟ حامله. بیا اینجا. پس خواهر پیناری؟ آره، اسمم لیلاست. وداد گفته بود که میای. دیگه چی گفت؟ هیچ، فقط گفت پیناری خواهر ناتنی داره. ببین، من هیچ وقت نمیتونم کاری که شما در حق خواهرم کردین رو جبران کنم. وداد همه چی رو بهت گفته؟ واقعا به خاطر داداشت متاسفم. اگه جلومو نمیگرفتی الان اون بیشرف کشته بودم. تو هم یا مرده بودی یا میافتادی زندان. درست وقتی که خانوادت خیلی بهت نیاز دارن تنهاشون میذاشتی. چرا جلومو گرفتی؟ ها؟ از من چی میخوای؟ از تو نه، از اونا. منم مثل تو میخوام انتقام بگیرم، اما نه فقط از چنگیز خان، از همه. برای همین اومدم بهت بدهکارم، خیلی زیاد. اگه کاری از دستم برمیاد لطفاً بگو. کاش خواهرت زنده بود، داداشم بی خودی نمیمرد. الیف، سلام. سلام. خوب شد اومدی. خوشحال شدی؟ آره، بازم بیا. دلم برای این بود تنگ شده بود. چه خوب، برات یه سورپرایز دارم. چیه؟ خودت میبینی. اما نمیتونم بیام. چرا؟ چون بابا میاد دنبالم. نگران نباش، من بهش میگم. تو چطوری اینقدر بوی مامانمو میدی؟ چون من
چون ما خواهریم، خواهرها شبیه هم میشن. بیا بریم. داداش کجا میری؟ گفتم که سورپرایزه. مامانم هم سورپرایزم میکرد. بهتره عادت کنی، چون منم سورپرایز کردن رو دوست دارم. منم. بله فرشاد. افراز، الیف نیست. یه لحظه صبر کن. باشه آروم باش. حالا بهم بگو. حتما کار اون زن است لیلا. از کجا میدونی؟ آخه یه زن اومده الیفو برده، کی میخواد باشه؟ جانان یا ایپک نیست؟ نه اونا نیستن. ایپک با دوستاشه، جانانم رفته ماساژ. برای اینکه نترسن چیزی نگفته. باشه تو آروم باش، من خبرت میکنم. چطور آروم باشم؟ میگم دخترم نیست، زنه دزدیدتش. ببین کار اون زن است، زودتر پیداش کن بندازش زندان. خودم دست به کار بشم یه برای سرش بیارم. فهمیدی؟ فهمیدم. الیف خوش اومدی. ممنونم. خوبی آیشه گل؟ خوبم لیلا خانم، شما چی؟ ممنون، خیلی خوبم. با الیف خیلی خوش میگذره. الیف خوشگلم، گرسنه‌ای؟ شیرینی پختم. نه گرسنه نیستم. با خالم یه بارش بزرگ کیک خوردیم. نوش جونتون. الیف جون روز قشنگی بود، اما بهتره من برم. لطفاً یکم دیگه بمون. کسی تو خونه هست؟ نه بفرمایید لیلا خانم، منم قهوه درست میکنم. بریم.
آهنگ مامانمه. میدونم. از اینکه همراهی کردی ممنونم الیف جون. دست به پیانو نمیزد. به خدا شما معجزه کردین. مگه نه آقا فرشاد؟ بسه، اینطوری جلوم فراجی نکن. زود الیفو ببر اتاقش. الیف بیا عزیزم. میشه همیشه بیای؟ باشه. میبینمت. تو به چه حقی بیخبر از من میری دنبال دخترم؟ میدونی که میتونم به خاطر این کارت شکایت کنم؟ همین که خالش هم دلیل قانع کننده ایه. والا من که به این شک دارم. هر جا میخواین شکایت کنین آقا فرشاد. هیچ قانون و هیچ دادگاهی نمیتونه منو به خاطر خوردن یه تیکه کیک با خواهرزادم محکوم کنه. کاش باباشم این کارو میکرد. لیلا خانم بفرمایین، من بدرقتون میکنم. چیزی میخواستی بگی آیشه گل؟ چیزه اگه سوء تفاهم نشه پینار یعنی خواهرم ازت تعریف میکرد. به هم گفته بود که قابل اعتمادی و الیفو خیلی دوست داری. لطفا راحت باش. من به خاطر چیز مزاحم شدم. جانان خانم ازمون خواست همه ی وسایل پینار خانمو جمع کنیم و بندازیم دور. من دلم نیامد، نگه داشتم. فکر کردم شاید بخواین ببرین. کار خوبی کردی. شمارمو بهت میدم، هر موقع تونستی زنگ بزن، میام وسایلو میبرم. زحمت نکشین، من میارم. میتونی به این شماره زنگ بزنی؟ باشه. مراقب خودت و الیف باش. نگران نباشین. خدافظ. میبینمتون. خدافظ. لیلا خانم عجب، چرا ثبت نشده؟ عجیبه. اینجا چی کار داری؟ مهتاب ترسیدم، فکر کردم جانان خانومه. اینا وسایلای پینار خانوم نیست؟ آره. چرا جمع میکنی؟ چون لیلا خانوم خواست براش ببرم. اگه جانان خانوم بفهمه چی؟ از کجا میخواد بفهمه؟ چه میدونم، دیوار موش داره. اگه تو نگی کسی نمیفهمه. به جای وراجی کردن بیا کمکم کن. نه عزیزم، تو دنبال شریک جرم میگردی اما من نیستم.
مامان اینا چیه؟ چی فکر میکنی؟ جمع میکنم میندازمش دور، هر کی میخواد برداره. زنده داشت وسایل داداشمو ول کن. نمیدم. اینا یادگار پسرمه. نمیدم. مامان ول کن. ول نمیکنم. هیچ کدومشون رو نمیخوام، همش رو میندازم دور. زنده داشت آروم باش. مامان اینو من به بابا کادو داده بودم، میشه نندازیش دور؟ زنده داشت به خودت بیا، همه ناراحتی. بذار وسایلش بمونه. دخالت نکنی، همین که گفتم. نمیشه. میبینی که شد منو گذاشت رفت، پسرمو گذاشت رفت. وقتی منتظر بودم از این در بیاد تو، فردا باید بره زیر خاک. شوهر من رفته. همدمم رفت. حالا من این وسیله میخوام چیکار کنم؟ برو اتاقت. چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ بیا بشین. بس زندش بس. من چیکار کنم؟ بابا خالم در مورد من همه چی رو میدونست. از کجا میدونست؟ مامانم گفته. الیف عزیزم، مامانت قبلا در مورد خالت بهت گفته بود؟ نه، ولی امروز که خالم اومد خونه همش از مامانم حرف زدیم. با خالت دیگه چی کار کردی؟ از ما هم حرف زدی؟ نه بابا، من خوابم میاد، میشه بخوابم؟ آره دخترم، برو. شب بخیر. داداش، هر مشکلی که با این زن داشته باشی باید قبول کنیم که الیف بهتر شده. ندیدی چقدر خوشحال بود؟ میدونم ایپک. اینا رو به من نگو، دخترمو بهتر از تو میشناسم. خب من رفتم. کجا ایشالله؟ بازم دیسکو؟ ایرادی داره؟ نه. خب یه شبم تو خونت بشین دختر، هر روز بیرون، چه خبره؟ ایپک، نکنه به خاطر اون بادیگارده از کلوب خوشت اومده؟ به تو چه ربطی داره؟ همون پسری که جلوی در کلوب میسته؟ واقعا که دختر تو نتونستی یه آدم حسابی پیدا کنی؟ هر جا یه بی سر و پا هست پیدا میکنی باهاش دوست میشی. ای بابا، وای تو رو خدا ولش کن فرشاد، خوش باشه. تو این سن چی کار کنه؟ باید هم دلش خوش باشه. حالا هرچی شما حرف بزنین، من برم آماده شم.